راهکاری بهت بدم که هر اتفاقی در هستی افتاد نه نگران بشی، نه غمگین بشی، نه بترسی. چقدر میارزه؟ میگه فقط و فقط یک کار بکن، فقط یک کار، دوستی تو با من بروز کن، با من دوست شو، نه در حد حرف، دوستی دلی، دوستی قلبی، دوستی سلولی ازت میخوام. خیلی موقع دوستم رابطه شما با خدا همینجوری باشه، رفیق باشید. این دیدگاه من در مورد خداوند اینه که خدا وظیفه‌شه که منو به خواستم برسونه، وظیفه‌شه. یعنی این که حالا مثلا خدا دمت گرم و مثلا تو رو خدا و مثلا جون مادرت و این خبرا نیست. وظیفه من و تو اینه که بندگیشو بکنیم، وظیفه اونم اینه که ما رو به خواستم برسونه. خدا چیزی جدا از من نیست و من تو هر لحظه که دلم بخواد همون لحظه من در ارتباط مستقیم با خودم و اگه از خدا چیزی بخوام بلافاصله دریافتش میکنم. اگه راهنمایی بخوام قطعی یقین تو همون لحظه دریافتش میکنم. کسی که با خدا راه میره همیشه به مقصد میرسه، همیشه. شاید بگی که مقصد کجاست؟ مقصد همین لحظه اکنونه.